همه ما این تذکرها رو میشناسیم. روزی به ما گفته شد از غریبه ها دوری کنیم، هرگز اطلاعات شخصیمون رو در اینترنت منتشر نکنیم و هرگز وارد خونه ای نشیم که صاحب اون رو نمیشناسیم. اکنون همه ما با افرادی که حتی به صورت آنلاین با اونها ملاقات نکردیم ارتباط برقرار میکنیم. آدرس اونها رو میگیریم و در خونه هاشون میخوابیم. همه اینها به لطف راهیه که ایربی‌ان‌بی که نحوه تفکر ما در مورد سفر رو تغییر داد امکان پذیر شد. ایربی‌ان‌بی یکی از بزرگترین کسب و کارهای تکشاخ عصر مدرنه که یک اقتصاد اشتراکی رو حول محور اجاره دادن اتاقهای خونه خود به غریبه‌ها ایجاد کرده. در این ویدیو بیایید بررسی کنیم که چگونه همه اینها اتفاق افتاد. چگونه ایربی‌ان‌بی یک شرکت 38 میلیارد دلاری با اتاقهای بیشتر از همه بزرگترین هتل‌های زنجیره‌ای امروزه به غول صنعت اقامت تبدیل شد. حتی قابل توجه تر اینه که چگونه ایربی‌ان‌بی از زمانبندی رکود جهانی 2008 برای ایجاد فرصتی جدید برای مردم در سراسر جهان برای کسب درآمد استفاده کرد. هنگامی که جو گیویا و برایان چسکی در سانفرانسیسکو زندگی می‌کردند، هر دو می‌خواستن کاری انجام بدن که جهان رو تغییر بده. جو و برایان پس از ترک شغلشون متعهد شدن روی ایده بزرگ بعدی خودشون کار کنن. اما دو چیز تقریباً همزمان اتفاق افتاد که اونها رو به سمت یک جهت جدید سوق داد که پیش‌بینی نکرده بودن. اولاً به اونها اطلاع داده شد که اجاره خونه اونها از ماه آینده 25% افزایش خواهد یافت. برای دو دانشجو طراحی بیکار این مهلت زمانی قریب الوقوع بود که تقریباً به طور قطع اونها رو بیخانمان میکرد. ثانیاً اونها از کنفرانسی که برای طراحان در سانفرانسیسکو برگزار میشد آگاه شدند. اما در پایین پوستر با حروف درشت نوشته شده بود که همه هتل‌ها رزرو شده. جو با ناراحتی از اینکه افرادی که می‌خواستن در کنفرانس شرکت کنن نمیتونستن بیان و همچنین با ناامیدی برای یافتن راهی برای کسب درآمد پیشنهاد داد که خونه خودشون رو به هر کسی که میخواد روی تخت‌های بادی که در کمد داشتن بخوابه اجاره بدن. مدت کوتاهی بعد وبسایت خودشون رو به نام airbedandbreakfast.com رو راه اندازی کردن. اونها به طراحان اقامتی برای آخر هفته با قیمت $80 پیشنهاد دادن. اونها راهنماهای گردشگری شهر مورد علاقه خودشون رو نیز در اختیار مهمانان قرار دادن و باعث شدن مهمانان از سراسر جهان حس محلی بودن رو داشته باشن. بعد از اینکه اون 3 نفر که رزرو کرده بودن رفتن، جو و برایان متوجه شدن که از میزبانی اونها لذت بردن و میخوان راهی برای ارائه این تجربه به افراد بیشتری ایجاد کنن. با جذب یک متخصص در زمینه کدنویسی و فناوری، جو و برایان تصمیم گرفتن روی کنفرانس بزرگ بعدی ساوت بای ساوت وست در آستین تگزاس تمرکز کنند. اونا فکر میکردن که اگه این روش در کنفرانس سانفرانسیسکو به خوبی جواب داده، مطمئنا در رویداد بزرگ بعدی هم نتیجه مشابهی خواهد داشت. اما اینطور نشد. تنها 6 نفر در وبسایت اونها آگهی ایجاد کردند و تنها 2 رزرو ثبت شد که یکی از اونها خود چسکی بود. اونها با اولین شکست خود دلسر نشدن و به دنبال گسترش این ایده بودن. شاید این یک تجارت کنفرانس و جشنواره نبود، همونطور که اونها در ابتدا تصور می‌کردن. شاید این یک تجارت مسافرتی بود. برای استفاده از این مسیر جدید و یافتن موجی از علاقه ملی برای سوار شدن، اونها سخنرانی DNC باراک اوباما در دنور رو انتخاب کردند. سال 2008 بود و این نامزد انتخاباتی امواج بزرگی در صحنه سیاسی ایجاد کرده بود. این شهر انتظار داشت 100,000 بازدید کننده برای دیدن اوباما داشته باشه، اما تنها 30,000 اتاق داشت. بلافاصله بحران مسکن رخ داد و ایربد اند بریکفست تصمیم گرفت که به نجاتشون بیاد. بنابراین با تامین مالی فقط از طریق کارت‌های اعتباریشون، جو و برایان دوباره وبسایتشون رو راه اندازی کردند، اما این بار برای سایتشون توجه ملی و بین‌المللی دریافت کردند. فقط در 4 هفته اونها از 0 آگهی به بیش از 800 آگهی رسیدند. اما پس از سخنرانی، ترافیک سایت دوباره کاهش یافت. اونها با استفاده از این موج علاقه رسانه‌ای شروع به ملاقات با سرمایه‌گذاران کردند. اما از 20 سرمایه‌گذاری که با آنها تماس گرفتند، 10 نفر پاسخ دادند
فقط 5 نفر با اونها ملاقات کردند و حتی 1 نفر هم در شرکت اونها سرمایه گذاری نکرد. به نظر می رسید که درها در حال بسته شدن هستند. برایان و جو با دلسردی از $10,000 بدهی فلج کننده به دنبال راههایی برای تامین مالی این کسب و کاری بودند که مطمئن بودند به راه خواهد افتاد. با تکیه بر ایده‌ای که قبلا جواب داده بود، می‌خواستند از فضای سیاسی انتخابات آینده 2008 برای به دست آوردن پول بیشتر استفاده کنند. بنابراین جو و برایان به یک ایده تصادفی اما نوآورانه رسیدند. جعبه‌های غلات سیاسی. اونها غلاتشون رو اوباما اوز و ناخدا مککین یک یاقی در هر لقمه نامیدن. اونها این ایده رو به یک طراح سپردن که در مجموع 1000 جعبه چاپ کرد. برای هر نامزد سیاسی 500 تا. سپس از سوپرمارکت محلیشون غلات معمولی خریدن، اونها رو در جعبه‌های جدیدشون قرار دادن و یک وبسایت برای شروع فروش اختراع جدیدشون ایجاد کردن. اما از اونجایی که تنها 1000 جعبه داشتن، تصمیم گرفتن اونها رو شماره گذاری کنن و به عنوان اقلام کلکسیونی نسخه محدود بازار عرضه کنن. با انجام این کار، اونها تونستن هر جعبه رو با قیمت $40 به فروش برسونن. شگفت‌انگیزه که این روش جواب داد. اونها در نهایت بیش از 800 جعبه فروختن و بیش از $30,000 سود کسب کردند. علاوه بر پرداخت تعدادی از بدهی‌هاشون، جعبه‌های غلات مارکدار نیز توجه پل گراهام، یکی از بنیانگذاران وای کامبینیتور رو جلب کرد. شتاب دهنده استارتاپ سیلیکون ولی به دلیل تامین مالی نام‌های بزرگ معروفه. اما کسب و کار همخونه‌ای جو و برایان در ابتدا برای گراهام ناخوشایند بود. حتی گراهام در مصاحبه اول خودش گفت: یعنی واقعا مردم از این استفاده میکنن؟ این عجیبه. اما این ایده تجاری نبود که گراهام رو قانع کنه. در عوض گراهام موافقت کرد که اونها رو بپذیره، چون اونها با روحیه خودجوش و تلاش پشتکارشون در فروش جعبه‌های غلات ساده برای کسب $30,000 اونو تحت تاثیر قرار دادن. اگه اونها میتونستن غلات رو با $40 در هر جعبه بفروشن، احتمالاً میتونستن راهی برای موفقیت کسب و کارشون پیدا کنن. سرمایه گذاری اولیه $20,000 وای کامبینیتور درهای سرمایه گذاری دیگر را به روی اونها گشود و خیلی زود بیش از $600,000 در دوره اول تامین مالی جمع آوری کردند. این مبلغ کافی بود تا یک تیم استخدام کنند و به عنوان یک کسب و کار مناسب این بار با نام جدید ایربی‌ان‌بی فعالیتشون رو آغاز کنند. یکی از دلایلی که ایده ایربی‌ان‌بی محبوبیت پیدا کرد این بود که مردم از بحران مالی جهانی اخیر آسیب دیده بودند. مانند جو و برایان در آغاز کارشون، مردم به دنبال راههایی برای کسب درآمد اضافی بودند، در حالی که بازار کار به سرعت در حال سقوط بود، درست مانند بازار سهام و مسکن. زمانبندی خوششانس ایربی‌ان‌بی به طور باور نکردنی به تغییر تصور مردم نسبت به مسکن از یک بدهی به یک وسیله برای کسب درآمد اضافی کمک کرد. وقتی مردم دیدن که این مدل جواب میده، به سمت این پلتفرم جدید هجوم آوردن. این مدل کسب و کار بخشی از هر تراکنش رو دریافت میکرد و برای موفقیت به آگهی‌های بیشتر وابسته بود. اما یک مشکل وجود داشت. اکثر میزبانان نمیدونستن که چگونه خونه خودشون رو بازاریابی کنن. در نتیجه ایربی‌ان‌بی تنها هفته $200 درآمد کسب میکرد. بنابراین اونها به هر میزبان در سایتشون یک سرویس عکاسی رایگان ارائه دادن تا تصاویر نشون داده شده در آگهی‌های اونها رو بهبود بخشند. جو و برایان با همکاری مستقیم با میزبانان یاد گرفتن که چگونه سایتشون رو بازطراحی کنند و کارایی‌های این پلتفرم رو بهبود بخشند. در سال 2010 برایان ماه‌ها به طور انحصاری در ایربی‌ان‌بی زندگی می‌کرد، در حالی که کارمندانش اون از خونش بیرون کرده بودند. تا به امروز او هنوز اون زمان رو برای درک تجربه میزبانانی که از سایت او استفاده میکنن بسیار مهم میدونه و هنگامی که آگهی‌های بین‌المللی شروع به افزایش کردن، سرمایه‌گذاران توجهشون جلب شد. این بار به جای اینکه بنیانگذاران با سرمایه‌گذاران تماس بگیرن، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در خونه اونها رو میزدن. در اواخر همون سال، اونها $1.7 میلیون دیگه از شرکت‌های ویسی جمع آوری کردن. سال بعد، اشتون کاتچر، سرمایه‌گذار مشهور،
مقدار قابل توجهی پول در استارتاپ در حال رشد ایربی‌ان‌بی سرمایه گذاری کرد و یک جایگاه در هیئت مدیره به عنوان مشاور استراتژیک به دست آورد. در همین زمان بود که جزیره فیجی لیست شد، یک جزیره خصوصی 5 هکتاری با ورزش‌های آبی و آشپز خصوصی در دریای جنوب پولینزی. در این زمان جو شخصاً هر آگهی رو بررسی می‌کرد و وقتی دید که این اتفاق میفته فهمید که ایربی‌ان‌بی بسیار بزرگ خواهد شد. در اوایل سال 2011 ایربی‌ان‌بی به 1 میلیون آگهی رسید و خانه‌هایی در 89 کشور داشت، از جمله یک قایق، یک خونه درختی، یک عمارت 1100 ساله در حومه انگلیس، ویلای لوکس از سواحل بالی. 5 ماه بعد تعداد کاربران به 2 میلیون رسید و تا پایان سال 5 میلیون کاربر در سایتشون ثبت نام کرده بودند. تا ژوئن 2012 این تعداد به 10 میلیون افزایش یافته بود. اونها اکنون 150 میلیون کاربر از بیش از 100,000 شهر دارند. هر شب 2 میلیون نفر در ایربی‌ان‌بی اقامت دارند. ارزش این شرکت 38 میلیارد دلار تخمین زده شده. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و دوست داشتی از این نوع ویدیو بیشتر بذارین، حتما داخل کامنت ها بهمون بگین و یادتون نره کانال بیزینس آیو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعد، بای بای.